در این ویدیو میخوایم با شیوه های متفاوت سلام کردن در زمان های مختلف روز آشنا بشیم. Les salutations et les formules de politesse. سلام و احوال پرسی و فرم های بیان مؤدبانه اون. همینطور که در این اسلاید میبینید زمان های متفاوت روز هست. Saluer pendant les moments de la journée. سلام کردن در زمانهای متفاوت روز. میخوایم ببینیم در طول روز در زمانهای متفاوت چطور میتونیم سلام کنیم. تصویر اول le matin یعنی صبح. تصویر بعد midi ظهر. l'après-midi یعنی بعد از ظهر. le soir سر شب. minuit یعنی نیمه شب و la nuit یعنی به طور کلی شب رو میگن la nuit. حالا میخوایم ببینیم تفاوت اینا با هم چی هست. بریم با هم ببینیم. از ساعت 6 صبح de 6 heures du matin jusqu'à تا 12 heures du matin تا ساعت 12 صبح on appelle le matin بهش میگیم matin صبح و یا la matinée. ساعت 12 در واقع le 12 heures du matin که بهش میگن 12 صبح همون میدی هست یعنی سر ظهر. c'est le temps de déjeuner وقت نهار خوردن. de midi از سر ظهر ou de 12 heures و یا از ساعت 12 jusqu'à 18 heures تا ساعت 18 بهش میگن بعد از ظهر. on l'appelle ça l'après-midi. de 18 heures از ساعت 18 jusqu'à 23 heures تا ساعت 23 on l'appelle le soir. بهش میگن le soir یا سر شب. de 23 heures از ساعت 23 jusqu'à 12 heures du soir تا ساعت 12 شب c'est là qu'on peut dire c'est minuit. بهش میگن minuit یعنی نیمه شب. et de 23 heures و از ساعت 23 jusqu'à 6 heures du matin تا ساعت 6 صبح on l'appelle ça la nuit. بهش میگن شب la nuit. خب حالا که با زمانهای مختلف روز آشنا شدیم بریم ببینیم توی این زمانها چطور میتونیم سلام و احوال پرسی کنیم. از 6 صبح تا 12 صبح در واقع همون le matin میتونیم با کلمه bonjour یعنی سلام به دیگران روز رو شروع کنیم و یا با گفتن کلمه bonne journée روز خوبی رو برای دیگران آرزو کنیم. de midi jusqu'à 18 heures از سر ظهر تا ساعت 18 که بهش l'après-midi یا بعد از ظهر میگیم. باز هم میتونیم از کلمه bonjour استفاده کنیم یا بگیم bon après-midi یعنی بعد از ظهر خوبی داشته باشین. de 18 heures از ساعت 18 jusqu'à minuit تا نیمه شب میتونیم بگیم bonsoir یعنی شب بخیر و یا بگیم bonne soirée سر شب خوبی داشته باشین. و la nuit وقتی که میخوایم به رخت خواب بریم quand on part au lit میگیم bonne nuit یعنی شب بخیر. خب حالا بریم سراغ شیوه های مختلف سلام کردن. les genres de salutation که به دو صورت هست. یا فرمل همون رسمی
و یا informel یعنی غیر رسمی. Les salutations formelles رو کی استفاده میکنیم؟ حالت رسمیش رو. وقتی داریم با کسی حرف میزنیم که نمیشناسیمش و یا باهاش زیاد آشنا نیستیم. ou avec les gens qui sont plus âgés comme nous. و یا با آدمایی که از لحاظ سنی از ما بزرگتر هستن. pour respecter برای اینکه احترام بهشون بذاریم. از حالت فرمل یعنی رسمی استفاده میکنیم. mais avec les gens qui sont plus proches que nous. اما با آدم هایی که بیشتر باهاشون احساس نزدیکی میکنیم و نزدیک هستیم و یا با اعضای خانوادهمون les membres de notre famille از حالت informel و یا غیر رسمی استفاده میکنیم. خب چند تا مثال برای حالت رسمی. در طول روز میتونیم بگیم bonjour madame سلام خانم، bonjour monsieur سلام آقا، bonjour mademoiselle سلام خانم، سلام دوشیزه خانم. و یا در طول شب میتونیم بگیم bonsoir madame شب بخیر خانم، bonsoir monsieur شب بخیر آقا، bonsoir mademoiselle. comment allez-vous حالتون چطوره؟ یا بگیم vous allez bien چطورید؟ و یا بگیم et vous شما چطور؟ و در حالت غیر رسمی خیلی ساده میتونیم بگیم bonjour سلام. پس دیگه نیاز نیست بگیم bonjour madame bonjour monsieur. فقط به طور ساده میگیم bonjour. یا اگر شب باشه میگیم bonsoir و یا میگیم salut که این هم به معنای سلام هست و هم برای سلام کردن و هم خداحافظی کردن ازش استفاده میشه. یا میتونیم بگیم کوکو ça va حالت چطوره؟ ça va bien حالت خوبه؟ comment ça va باز هم به همان معنا حالت چطوره؟ comment vas-tu باز هم همونه حالت چطوره؟ یا میتونیم بگیم tu vas bien تو خوبی؟ که اون در مقابل میگه oui ça va بله حالم خوبه et toi تو چطوری؟ خب حالا در پایان مکالممون وقتی که میخوایم خداحافظی کنیم از چه عبارتهایی استفاده کنیم؟ Les salutations de prise de congé عبارتهایی برای خداحافظی کردن و مرخص شدن. Au revoir خداحافظ. À tout à l'heure به زودی میبینمت. À lundi تا دوشنبه. À bientôt به زودی میبینمت. À la semaine prochaine تا هفته آینده. À plus tard تا بعد. دقت داشته باشین اینو à plus tard نخونید. À plus tard. À demain تا فردا. Bonne journée روز خوبی داشته باشی. Bon weekend یعنی پایان هفته خوبی داشته باشی. A plus این مخفف همون a plus tard هست. اینجا اسش خونده میشه a plus. A plus یعنی تا بعد. A ce soir شب میبینمت. Bonne soirée شب خوشی داشته باشی. À la prochaine یعنی تا دفعه بعد میبینمت. تا دفعه بعد. و salut که گفتیم در حالت غیر رسمی بین دوستا اینجوری خداحافظی میکنن. salut یعنی خداحافظ. و bon après-midi یعنی بعد از ظهر خوبی داشته باشی. توجه شما به این درس بسیار سپاسگزارم و اگر که ویدیو رو دوست داشتین لایک فراموش نشه و عضو کانال من بشین تا بتونم با حمایت شما ویدیوهای بیشتری رو بسازم.